پیش از سر کردن ویدیو کانال یک خواهر اسلامی من را که با نام کوخنیا واسخشینیا یعنی کانال پخت و پز را من برای شما توصیه میتیم. خواهر که ما 16 سال دارد، نکه از تمام پخت و پز ها الکای آگاه است و سین سالش نگاه نکرده از همه نمود شیرینی و خوراکای با لذت تیار میکند. ما حتما خواهرکمان را دستگیری میکنیم یا رو دوستای دعوت میکنیم. انشالله با دستگیری ما این خواهرکمان پیش میرن. حتما دستگیری شما پیشروی ما زنها می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه KFC تیار میکنیم با اصول خانه. محصولات لازمه برای ما: نمک، یک چند نمود پریپراوا، مرچ، بلغاری خشک، هیچ خلقی پریپراواتان باشد استفاده برید میشد. من این گونه مرغ گرفتم، یعنی کریلیشکی ها. ناشکاش خیلی پختنش دشوارتر، درونش خام نماند گفته. من اهمی هاش گرفتم، خیلی پختنش آسانتر. من حاضر ترزی خیلی زگدافکا کنیشه نشان میتیم و بعد میپزیم. ما اینها به دو قسم تقسیم کنیم. خواهی ممیتاف پزید، خواهی تقسیم کنید. دوسیه تشه میده میکنین، دوسیه تشه نیه. راستی که بسیار نویستن تاگه کمنتاری بکی خیلی KFC هم تیار کنید. من امروز نصیب بوده است، من تیار کراسیم. من سیتا کلان کلانشه تقسیم کرم. من اکنون پریپراوه های همشه شروع میاندازیم. این مرغامه شروع میختم میکنیم که همه جاش یک خیل پریپراوه شود. یعنی روغن همراه نمیکنیم، برای اینکه روغن رو میپزیم بعد روغن از خودش با میگیرد، بعد با روغن پزی بدخور میشه. برای این با ما روغن لازم نیست. ما جاشه یک خیل پریپراوه کریم. من заготовки کارگیر моя دوستی ساعت دم میتیم. میتونید باشه سالفنگ باشید یا قطعه مخصوص سرپشتار با گرفته مانید خلادیلنیک با. انا موضوع ما هم دردید میشویم. اوکی 3 ساعت شد. من заготовка شد. اکو ما اینا چکار میکنیم؟ آبی خنک لازم است ما دیگه یکانچه لازم نیه. ما مرغای میگیریم. من شروع کنید نمک و پریپراوه کردی خوش شروع آرد با میگیرانیم گنجاش نماند با راهی خیلی آسانی کم خرجی دسترسش. نخ شروع آرد با غیلاندیم. همیشه میتر آرد با میگیرانیم شروع گنجاش نماند. بیاد بلازر میبیاد. خیلی با یک نمود دیگه شد چخگان یک دانه تخم پریپراوه آردو همیشه خیلی آبک تیار کرده. همون با هم زده آرد بزده ما پختگی شمه لیکن خیلی نش با آسان تر. من رکن میکنم که زنها به چیزی آسانی عادی کم خرج تیار کنم. وکی همه میداند کندی منه. من اینطور آرد با زدیم. ما همه مرغای زدیم آرد با اکو آبی خنک با آب ما باید خنک باشد. اینطور آب با یک بار میتیخانیم و گشته آرد با میزنیم. آرد با شروع میزنیم. آرد با زده هر یکشم خکره گشته طبق با میگیریم. آب ما باید خنکی سخت باشد. همه جاشه با یک بار دیگه آرد میکنیم.
شیدین بسیرم من همه مرغای ارد زده گرفتم. اکنون ما روغن به میپزیم نه آنقدر علابی بلند ببرایم که مرغا خوش رو فزد. من روغنی ما هم گرم شد. ما کو می مرغای میاندازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. که مرغ خیلی برکت و برکت نمیتر شروع سرخ رو میگیریم. بس می روغنمه ایلچی میگذاریم خیلی تازه میشه. من بکنیم کلامه نما خوش رو سرخ کنیم میبادریم. من مرغای ما هم سرخ شد مثل KFC یعنی نگاه کنید چه خیلی من نمودش ما اینه یعنی سالفیتکه با میگیریم طبق با من چه خیلی دویم قسمشه علاقه انداخته. من چگونه ببینه KFC های ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چه خیلی اومد رنگی همون KFC اومد. من چه خیلی خوش رو پخت بیهد جای بود. من درنش شکستم بینیم گوشتا چه خیلی اومده باشه. نگاه کنید ما خروستیاشی من رنگی KFC من نمودش بیهد عجایبا. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.